سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ باز هم اومدیم با یک فال قهوه دیگه برای شما. شاید جواب نیت شما توی این قهوه ما باشه، پیشگویی های قهوه. همین الان قبل برگردوندن این قهوه، همین الان لایک کن، یه نیتی کن، اسم خودتو اسم مادرتو هم بگو تا من برگردونم. لایک کردی؟ میبینم که هنوز خیلی لایک نکردید. انرژیتون با این یکی نمیشه. بریم برگردونیم این فالمون رو ببینیم چه خبره، چیا میخواد به ما بگه. اولین چیزهایی که میبینیم چیا هست؟ خب اولین چیز یک کفش افتاده. کفش برای خانم و آقایون تعبیرش فرق میکنه. برای یک مرد از یک زن کدبانو و زیبا که وارد زندگیش داره میشه، قدر خانماتون رو بدونید. و برای زن از مهمانی، ارسیه، برنامه خواستگاری، خوشحالی یا خبر غیر منتظره. خانمایی که منتظر یک خبری هستین که ذهنتون رو یک کمی درگیر کرده، این خبر غیر منتظره، زمانی که منتظرش نیستی بهت میرسه و باعث خوشحالی شما میشه. زنگوله افتاده. زنگوله تو فال قهوه از بگو مگو، از دعوا درگیری. اینجا بهت میگه صبوری کن. خنجر از کات کردن ها داره صحبت میکنه و 3 وعده